بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. سلام و رحمت الله بر همه شما بینندگان عزیز و گرامی. موضوع امروز ما در قبل از افطار این است که آیا روزه فقط خوردن و نخوردن و نیاشامیدن از صبح تا مغرب است و همبستری نکردن؟ اکثر ما اینجور تصور میکنیم، چون که مبتلات روزه همینا هست، فکر میکنیم که روزه اینه. خوب است بدونیم که روزه یک عبادته و میدونیم، منتها توجه کنیم که شما مثال در نماز هستی. آیا در نماز شما مثلا نگاه حرام میکنی؟ چرا؟ در بعد نماز اونم درست نیست، ولی در نماز دیگه بدتره. چرا؟ برای اینکه در حال عبادت هستی. آخر هاکذا شما وقتی در حال روزه هستی در حال عبادت هستی. در حج که در لباس احرام هستی سیگار میکشی، روزه هم همینه. اکثر ما این رو توجه نداریم. حضرت جابر فرموده که وقتی که روزه میگیری دست و پاتم، چشمتم، قلبتم باید روزه بگیره. یعنی چی؟ یعنی از حرام خودش رو نگه داره. این آسونه، چرا که در ماه رمضان میدونید که شیطان ها بسته میشه و کمک میشه از طرف الله که دست پای انسان هم، اندام انسان هم بتونه روزه بگیره. دلیل من همون حدیث مشهور پیامبر است که حضرت عبدالله ابن مسعود روایت کرده و در بخاری است. یک بار دیگه هم براتون گفتم که پیامبر گفته ای معشر الشباب، ای جوونا، اگر میتونید عروسی کنید که برای چشم شما و برای شهوت شما بهتره، و اگر نمیتونید روزه بگیرید تا برای شما یک تسکینی باشه. پس با روزه اعضای بدن تحت کنترل در میاد. حواس آدم باشه که مبادا عظمت روزه رو یادش بره. ابو هریره روایت میکنه که پیامبر فرمود، حدیث در بخاری است، که هر کدوم شما روزه گرفت باید که فحش نده، صدا بلند نکنه. حدیث فلا یرفث ولا یسخب، صداش هم بلند نکنه. و اگر کسی باش دعوا گرفت چی باید بکنه؟ روزه دار اگه کسی بیا غذا بخور، بگه بیا غذا بخور، اون چی میگه؟ میگه من روزه دارم. وقتی کسی باش دعوا میکنه باید بگه من روزه دارم، یعنی دعوا نمیخورم. تا این حد مهمه. الحمدلله مسلمان ها رعایت میکنن و همه دولت ها این رو گفتن که ماه رمضان که میشه، البته یه چیزی که خدایی است که روزه کادام بگیره همین طغیان انسان کم میشه، ولی با این وجود همه دولت ها تو همه کشورها میگن با روزه جنایت کم میشه. بعضی از این ملحدین دیگه از هر چی یک دستور استفاده میکنه، میگه یعنی در غیر رمضان شما جنایت مسلمان ها اینقدر جانی هستن. بابا مگه غیر مسلمان ها جنایت ندارن؟ اما یک راه اینکه جنایت کم میشه روزه است. پس این رو توجه کنیم که روزه اینقدر مهمه. در حدیثی هست که خداوند فرموده که پیامبر فرموده که الله گفت کسی که قول زور رو و عمل زور رو، یعنی عمل باطل رو نمیذاره، خدا نیازی به روزش نداره، نیازی به نخوردن و آشامیدن نداره. حالا میبینی آقا روزه میگیره باز برای اینکه وقت بگذرونه. ما تو جوانی همین جهالت داشتیم دیگه. ما که تو ایران روزه میگرفتیم، یادم میاد دفعه با برادرها روزه میگرفتیم، باز مثال بازی میکردیم، بازی مثلا همین با ورق. حالا اون عیبی نداره چون که بازی است که سر پول که نبوده. باز میرفتیم حتی سینما هم برای اینکه وقت روزه بگذره. خب سینما این دوره خب میدونید که رقص و آواز بوده، خدا از ما بگذره. خب گاهی میرفتیم، البته همیشه هم نمیرفتیم. حالا وقتی بود که هنوز نمیدونستیم دیگه دینو، جوونی بود، اما روزه میگرفتیم الحمدلله. خب اینجور نمیشه. وقتی که روزه میگه پیامبر فرمود کسی که روزه میگیره باید قول باطل رو بذاره. ببینید من نمیگم که یه دفعه میشه همه این کارا رو کرد. بارها این رو گفتم. یک برنامه خاصم در این مورد خواهم رفت که خواهم گفت به شما که عرضم به حضورتون یک درجه بهتر بشیم. وقتی که ویتنام شمالی ویتنام جنوبی رو گرفت،
در سال 1975 سایگون گرفت، مردم اونجا دیگه خوابشون دیر بوده. سیستم آمریکایی عادت کرده بودن مثلا 10 صبح میرفتن سر کار، اینا صبح زود میرفتن، کمونیستی بودن. حالا نمیگم از اون بهتر شده نه، ولی میخوام بگم یعنی سیستم خود خاص اونجا پیاده کنه، نیورد از ساعت 10 به 6، از 10 آورد به 9، درجه به درجه مردم رو عادت داد. ما هم همینطور باید خود رو درجه به درجه عادت بدیم، نه اینکه حالا ما بگیم که همه کارا رو میتونیم یه دفعه انجام بدیم، نه نمیتونیم، ولی یک درجه بهتر بشیم. یک چیزی به ما میگن که شما، یکی از گناهانی که مولدین به ما نسبت میدن، میگن آقا شما توی ماه رمضان بیشتر میخوری. دلیلش هم این است که ماه رمضان شروع نشده با دکانا رو، با مغازه رو خالی میکنین. مغازه رو شما خالی میکنین و همه در فکر خرید و خوردن هستید. ببینید اینکه انسان در ماه رمضان، البته این رو بگم، غذای بهتر بخوره، چیز زیباتری بپزه، خوشمزه تری بپزه، این هرگز من نیست. کی زینت خدا رو حروم کرده؟ بلکه خوبم هست. بلکه خوبم هست که انسان لوکس باشه، لوکس بخوره در زندگی، حدی که میتونه بهتر بشه. این هیچ عیبی نداره. خونش خوب باشه، زندگیش خوب باشه، ماشینش خوب باشه، غذای خوب بخوره. اما پرخوری منه. این حق دارم. و ما پرخوری میکنیم. خود واعظم گاهی این کارو میکنه، اما راه دین گذاشته. راه چیه؟ راه این است که حضرت پیامبر فرمودن که شما نماز رو در مسجد بخون. نماز مثال مغرب که میشه افطار بکن، نه اینکه بعضی میان یه دونه خرما میخوره بر نماز میخونه، اونم نه. بعضی میاد اینطور میخوره شکم پر میکنه باز میره نماز میخونه، اونم نه. یه چیزی سبک بخور برو برای نماز، تا بری بیای 20 دقیقه طول میکشه. اونایی که بیرون نماز میخونن 20 دقیقه طول میکشه، و حالا تو خونه کسی میخونه، زنها هم 10 دقیقه طول میکشه دیگه. این 10 دقیقه به معده خبر میده. چجوری؟ معده انسان، انسان هرس میزنه تا به معده، به مغز خبر بده که من سیر شدم، آقا خورده شکمه پر شده. اما اگه بری روزه رو قطع کنی این خوردن و بری مسجد، معده به مغز میگه آقا من اینقدر دیگه غذا ضرورت دارم، اینقدر دیگه نیاز است. پس پرخوری رو چارهش این است که انسان بلند شه و بره برای نماز، و عرضم به حضور شما که قطع کنه. و گفتم باز همه چیز نمیشه، یک دفعه نمیشه. حتی خود پیامبر ما صلی الله علیه و آله و سلم در رمضان نمازش بهتر بود. از حضرت عایشه پرسیدن که رسول الله چجوری نماز میخونه در رمضان؟ گفتن که همون نمازی میخوند که در چی میخوند؟ در غیر رمضان میخوند، نماز شب. ولکن میگه از حسنش و از طولش و به اصطلاح از اینکه نمازهای رو به اصطلاح درازتر میخوندن و وقت بیشتری میخوندن، از این دیگه نپرس. خب پس از این معلوم میشه که انسان چرا در غیر رمضان اینقدر درست نمیخوند نماز رو مثلا؟ برای اینکه انسان حالتهای مختلف داره. روی این حساب حرفم روی پرخوری بود. این حدیث برای چی گفتم؟ برای اینکه شما بدونید که یک دفعه نمیشه، هم من هم شما بدونیم برای خوب شدن کم کم میشه. این همیشه در زندگی یادتون باشه. ولی این باید یک دست پای انسان بزنه. اگر شکست خورد بازم بلند شه، اگر شکست خورد بازم بلند شه. آیا نمیبینید بچه که راه میفته اگر قرار باشه چقدر زمین میخوره، وحشتناکم زمین میخوره. اگر قرار باشه که تسلیم بشه هیچ کدوم از ما راه نمیرفتیم. همین از زندگی. ما رمضان شروع کردیم، حتما اشتباهاتی میکنیم و یکی از اون اشتباهات میتونه پرخوری باشه که طعنه ملحدین هم همراه داره. ولی حتی اگه پرخوری هم کنیم بازم ما پیروز هستیم. چرا 17 سال که نخوردیم. ولی خوب است که با این ترفندی که عرض کردم خدمتتون، با این راه حلی که سنت هم هست، و اینم به شما بگم که پیامبر هرگز نشده که این رو حضرت انس گفته من ندیدم پیغمبر افطار نکرده روزه کنه، نماز بخونه. یعنی حتما افطار باید چیز آدم بخوره. بعضی هستن که از اون ور میافتن هیچ چیزی نمیخوره باز میره نماز میخونه، نه اونم نیست. پیامبر هرگز این کارو نکرده. نمیگم حرومه ولی سنت پیامبر نیست. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. الله روزه و نمازهای من و شما را قبول کنه. الله حافظ و نگهدار همه شما.